سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم 22 آگوست تاجیکستان و منطقه را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز در این برنامه. نشر ویدیوی بازپرسی نظرعلی سلطانوف که پلکوونیک سلیزنیوف را برای پول کشته است. زمان حبس پدر و پسر اسماعیلوف ها تا 3 ماه دیگر تمدید کرده شد. نمایشگاه و جشنواره گوسفند اسوری جای یکم را گوسفند عمر علیمتوف گرفت. مصادره مقدار زیاد پولهای قلبکی سامونی و روبل در دوشنبه. و اکنون تفصیلات خبرها. رسانه‌های روسیه نام نفر متهم به حمله وحشیانه با تبر به زن و شوهر صلح‌خورده در نوای مسکو را نشر کردند. او زاده تاجیکستان نظرعلی سلطانوف سال تولدش 1986 بوده است. جسد به خون آغشته و علاقه بیجان پلکوونیک مستوی 84 ساله ویکتور سلیزنیوف را شام 19 آگوست سال 2024 در حدود جمعیت باغداری پالیوت در دهه یارتسو پیدا کردند. همسر 82 ساله او را با جراحت‌های وزنین به بیمارستان بردند و به طبیبان میسر شد که او را از مرگ نجات دهند. شام 20 آگوست ایرینا ولک سخنگوی وزارت کارهای داخلی روسیه در تلگرام کانالش ثبت ویدیویی لحظه‌های بازپرسی نفر متهم به قتل پلکوونیک سلیزنیوف را نشر کرد. از این ثبت برمی‌آید که دستگیر شده سلیزنیوف ها را خوب می‌شناخت، چون که آن شام نصف به خانه آنها برای قرض‌پرسی رفته است. بنا به فرضیه‌ای که سلطانوف در این ویدیو نقل کرد، او یک فرزند معیوب دارد و برای جراحی او به پول نیاز داشت. گویا پلکوونیک سلیزنیوف در اول راضی شده است که کار او را بود کرده قرضش بدهد، ولی در آخر درخواست سلطانوف را رد می‌کند و او به همین دلیل صاحبخانه ها را می‌کشد. سلطانوف نقل کرد که او همسر سلیزنیوف را برای آن کشتنی شد که شاهد را از بین ببرد و از جنایتش پنهان بماند. او با مقصد پوشانیدن از جنایتش خانه سلیزنیوف را آتش زدنی شده است، ولی همسایه علنگه سوختار و یک مرد بیگانه در نزد خانه سلیزنیوف را دیده به مقامات خبر دادند. زن و شوهر نه فقط چند ضربه تبر خورده بودند، بلکه دست و پایشان هم سوخته بود. پلکوونیک صلح‌خورده علاقه تا آمدن طبیبان جان داده بود، ولی همسرش به طور معجزه‌ای زنده ماند. او حالا در حالت وزنین در بیمارستان است. نظرعلی سلطانوف همچنین نقل کرد که بعد صادر کردن جنایت قبل از فرار کارت بانکی سلیزنیوف ها را با خود گرفته آن را به رقم تلفنش چسبانده است. پلیس محض توسط همین کارت بانکی شخصیت و مکان بود و باش گمان برشونده را معین و او را به طور فوری علاقه بعد چند ساعت صادر شدن جنایت دستگیر کرد. رسانه‌های روسی خبر دادند که مرد کشته شده پلکوونیک مستوی نیروهای هوایی ارتش شوروی بوده است. سرریاست تفتیشات شهر مسکو خبر داد که در رابطه با این حمله خونین بر اساس قسم یکم ماده 105 کودکس جنایتی روسیه با اتهام کشتار و بر اساس قسم سوم ماده 30 قسم دوم ماده 105 با اتهام سوءقصد به کشتار 2 نفر پرونده جنایتی گشودند. علاقه بعد چند ساعت مقامات تفتیشاتی از بازداشت گمان برشونده و انگیزه او خبر دادند که این انگیزه جنایت پول بوده است. به این زاده تاجیکستان و برای سوءقصد به کشتار 2 نفر از 8 تا 20 سال زندان تهدید میکند، ولی اگر خدای نکرده زن جبر دیده نیز بمیرد، نظرعلی سلطانوف را میتوانند برای عمربود نیز به زندان افکنند. دادگاه نویه بسمانی شهر مسکو روز 20 آگوست سال 2024 زمان حبس باز 4 متهم دیگر در حمله خونین شام 22 مارس سال 2024 به تالار کنسرت‌های کراکوس سیتی هال در شهر کراسنogorsk در کنار پایتخت روسیه را تا 3 ماه دیگر تمدید کرد. در آن حمله 145 نفر کشته شد. با اتهام دست داشتن در حمله کراکوس بیش از 20 نفر دستگیر شدند که اکثرا زادگان تاجیکستانند. تلگرام کانال دادگاه شهر مسکو خبر داد که دادگاه بسمان روز 21 آگوست زمان حبس زادگان تاجیکستان اسماعیلوف اسرائیل و 2 پسر او اسماعیلوف امینجان و اسماعیلوف دلوور، همچنین مولت حبس زاده اوش قرقیزستان قاسموف علیشیر برای 3 ماه دیگر یعنی تا 22 نوامبر سال 2024 تمدید کرد. هر 4 آنها بر اساس قسم 3 ماده 205 کودکس جنایتی به دست داشتن در عمل تروریستی که باعث هلاکت شماره زیاد مردم شده است عیبدار میشوند. دادرس بریس سفارین مرافع این 4 نفر را پوشیده اعلام کرد
و از همه اونهایی که حق اشتراک در محاکمه را ندارند خواست تا طالو را خالی کنند. اما عیبدار شوندگان و ادوکات‌های آنها به این قرار دادرس اعتراض کردند و خواستار در مرافعه اشتراک کردن ژورنالیستان شدند. علیشیر قاسموف از جمله با آواز بلند با اشاره به ژورنالیستان و اهل جامعه گفت بگذار بدانند که ما بیگناهیم. علیشیر قاسموف به آن عیبدار می شود که خانه‌اش در ولایت مسکو را به فریدون شمس‌الدین به اجاره داده است و این مهاجر تاجیک که مقامات او را سرکرده تروریست‌ها می شمارد در آن خانه دو تن شریکان خود را جای کرده است. قاسموف اصرار می ورزد که از قصد حمله تروریستی داشتن اجاره نشینانش خبر نداشت، زیرا در پیشانی او نوشته نشده بود که او تروریست است. پدر و دو پسر اسماعیلوف نیز خود را بیگناه می شمارند. اسماعیلوف زاده تاجیکستانند ولی شهروند روسیه بوده در ولایت تور ثبت نام شدند. بنا به خبرها پسر خرده این خانواده دلاور اسماعیلوف صاحب رسمی همان ماشین رنگش سفید تمغه رنو بود که حملگران شام 22 مارت با آن ماشین به تالار کراکوس آمده بعد کشتن مردم از آنجا با همین ماشین فرار کردند. اسماعیلوف گفتند که فریدون شمس‌الدین این ماشین را از امینجان که شفر خواهر فریدون بود برای همچون تاکسی کار کردن گرفته بود و آنها از قصد حمله تروریستی داشتن او و شریکانش درک نداشتند. اسماعیلوف چندین بار از حکم حبس خود شکایت بردند اما بی نتیجه. به این ترتیب در روزهای آخر دادگاه بسمانی علیه زمان حبس 12 نفر متهم در حمله تروریستی کراسنogorsk را برای 3 ماه دیگر تمدید کرد. این دادگاه روز 16 آگوست زمان حبس 4 متهم اساسی در حمله خونین به تالار کنسرت‌های کراکوس رجب علیزاده سید اکرم، فیض محمد صابر، فریدون شمس‌الدین و دلیرجان میرزایف را و روز 19 آگوست زمان حبس لطف‌الله نظیرمت، جمعخان قربانوف، یعقوب جان یوسف زاده و محمد شریف زاده را که به کمک رساندن به عاملان اساسی حمله کراکوس عیبدار میشوند نیز تا 22 نوامبر سال 2024 تمدید کرده بود. مسئولیت حمله تروریستی شام 22 مارت سال 2024 در شهر کراسنogorsk را سازمان تروریستی ولایت خراسان که پایگاه اساسیش در افغانستان جایگیر شده است و آن را شعبه شرقی داعش نیز مینامند به دوش گرفته است. آن شام 4 حملهگر مسلح وارد تالارهای کنسرت‌های کراکوس سیتی هال شده ازدحام تماشابینان کنسرت را تیرباران کردند. در نتیجه 145 کس کشته شد. مقامات روسیه میگویند که در رابطه با این حمله بیش از 20 نفر را دستگیر کردند. قریب همه آنها زادگان تاجیکستانند. ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه روز 20 آگوست سال 2024 از دریافت و مصادره پولهای قلبکی به مبلغ خیلی بزرگ خبر داد. مرکز مطبوعات ملی پایتخت تاجیکستان گفت چند وقت باز توسط شبکه‌های اجتماعی از پنجشنبه اسعار سامانی قلبکی در حدود شهر دوشنبه هر گونه خبرها پنگ گردیده باعث اضطراب شهروندان گردیده بود. وابسته به این از جانب کارمندان شعبچه شهری ملیت شعبه وزارت کارهای داخلی 2 نویه سینا در نتیجه یک قطار چاره‌بینی‌های فوری و جستجویی همچون گمانبر سعدی دادی خدا سال تولدش 1996 ساکن شهر دوشنبه دستگیر کرده شد. ضمن کوفتکوف از سعدیف 70 عدد کپیورهای 500 سومانه، 46 عدد کپیورهای 200 سومانه و 9 عدد 5000 روبل روسی دریافت و مصادره کرده شد. معلوم شده است که این همه پولهای مصادره شده قلبکی بودند. ملیت از آنهایی که مورد فریب این نفر قرار گرفتن خواسته است تا توسط رقم‌های 221 0057 240 0451 به مقامات ملیت پایتخت مراجعت نمایند. این یگانه مورد بازداشت شهروندان در دوشنبه با پولهای قلبکی نیست. روز 1 یولی سال 2024 ملیت پایتخت از بازداشت شهروند کتمردوف تایرشاه سال تولدش 1997 ساکن شهر دوشنبه برای به معاملات برآوردن اسعار قلبکی دلار امریکایی خبر داده بود. گفته میشد در جریان تفتیشات معاین گردید که کتمردوف دلارهای قلبکی را توسط یک هممسلکش از خارج به تاجیکستان وارد نموده با مقصد به دست آوردن مبلغ مفت آن را به معاملات برآورده است. از آن قبل روز 29 ایون ریاست وزارت کارهای داخلی شهر دوشنبه خبر داد که سیدوف عبادالله سال تولدش 1973 نیز برای ساختن و به معاملات برآوردن اسعار قلبکی دستگیر کرده شد. گفته میشد عبادالله سیدوف که قبلا برای قلابی و قاچاق مواد مخدر 3 مرتبه زندانی شده بود
بیش از 25 سال عمر خود را در معبد سپری کرده است. این دفعه از ماه اپریل سال 2024 در منزل استقامتیش با استفاده از تجهیزات کامپیوتری و دستگاه پرینتر پولهای ملی قلبکی را برای ساختکاری آماده و چاپ کرده است. از جمله او در 12 ایالت پولهای 50 سامانی قلبکی را توسط ترمینال های بانک دوشنبه سیتی به حامیان الکترونی خود گذرانیده است. ماده 218 کودکس جنایتی تاجیکستان برای ساختن و به معاملات برآوردن پولهای قلبکی همچون جزا از 5 تا 12 سال زندان را مقرر کرده است. تماشابینان عزیز، یادآور می‌شویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می‌دهیم. روز 17 آگوست در ایسار نمایشگاه و جشنواره بین المللی گوسفند ایساری برگزار شده است. چاره‌واداران از سراسر جمهوری به این نمایشگاه بیش از 500 سر نمونه‌های بهترین این ذات گوسفند را برای نمایش آوردند. ذات گوسفند ایساری یک مایه افتخار چاره‌واداران تاجیک به شمار می رود. این ذات گوسفند ذات سیرگوشت و سیرافغان دانسته شده وزنش تا 200 کیلوگرم می رسد. تقریبا چورک وزن گوسفند ایساری را دنبه بزرگش تشکیل می دهد. دنبه بزرگ علامت اساسی زیبایی و صفت این ذات گوسفند می باشد. در جشنواره غالبان را از نگاه تن و توش، سن، وزن، نمود ظاهری، محصول نوکی و تا کجا خوشزاد بودنش معین کردند. در نهایت جای اساسی و عنوان قهرمان مطلق در بین گوسفندان ایساری به گوسفند سیاه از رمه عمر علیماتوف داده شد. این گوسفند چمپیون نه فقط قد و بست زیبا بلکه 192 کیلو وزن هم داشت. به عمر علیماتوف برای پیروزیش در جشنواره همچون جایزه 3 هکتار زمین آبی داده شد. یادآور می‌شویم سال 2023 در ایسار که وطن این ذات گوسفند دانسته می شود مجسمه گوسفند ایساری گذاشته شد. گوسفند ایساری یک ذات دنبکلان گوسفند محلی است که از لحاظ جثه و وزن بزرگترین گوسفند جهان به شمار می رود. اساساً برای گوشت و روغن پرورش کرده می شود. هرچند درباره پیدایش گوسفند ایساری چون دیگر گوسفندان دنبه‌دار تا حال معلومات عمیقی در دست نیست، ولی باور می رود که گوسفند ایساری را در وادی ایسار رویانیدند. از آنجا رمه‌های چنین گوسفند را برای فروش به بازار شهرهای بخارا، سمرقند، قوقند، قرشی و غیره می بردند. سالهای 1950 1960 گوسفند ایساری را برای بهتر کردن ذات گوسفندان محلی ازبکی، قرغیزی و قزاقی استفاده برده در تاجیکستان از آن ذات نوع گوسفند تاجیکی به وجود آوردند. رمه‌های خوشزاد گوسفند ایساری در ناحیه‌های مرکزی جمهوری و ولایت ختلان، این چنین ناحیه‌های غنچه، ظفرآباد، مشجع و شهرستان ولایت سوخت همچنین در ناحیه شیرآباد جمهوری ازبکستان پرورش کرده می‌شوند. ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه روز 21 آگوست سال 2024 از بازداشت و مجازات بازدارنده برای بدون اجازتنامه سیاه کردن شیشه‌های ماشین‌هایشان خبر داد. بر علاوه یکی از این راننده‌ها در ماشینش سرین نیز داشته است. مرکز مطبوعات ملی پایتخت تاجیکستان گفت غفور فیروزجان راننده واسطه نقلیات تمغه کیه رقم‌های قید ترانزیتیش C8517 V07 از جانب کارمندان بازرسی دولتی اتومبیلی دستگیر کرده شد. غفور فیروزجان در برابر به اجازتنامه 36 اداره نمودن واسطه نقلیات هم زمان در ماشینش دستگاه مخصوص صدا دهنده یا سرین نصب کرده است. وابسته به این نسبت به نامبرده طبق طلبات ماده 330 و 316 کودکس حقوق ویرانکنی مأموری جمهوری تاجیکستان پروتکل مأموری ترتیب داده شده جریمه بندی گردید. حجم جریمه گفته نشده است، ولی ماده 316 برای نصب سرین همچون جزا جریمه به اندازه از 3 تا 5 نشان دهنده برای صبح از 216 تا 360 سامانی مقرر کرده است. بر اساس ماده 330 برای بدون اجازتنامه سیاه کردن شیشه‌های ماشین جریمه به اندازه تا 150 نشان دهنده برابر به 10800 سامانی یا قریب $1000 تعیین کرده شد. همین طور بنا به اطلاع میلیسیا از جانب کارمندان بازرسی الهام باردین راننده واسطه نقلیات تمغه تویوتا لند کروزر رقم‌های قید دولتیش DAN00HH20 بازداشت کرده شد. ضمن سنجش معین گردید که نامبرده آینه پیش واسطه نقلیات خود را با پلانک سیاه پره روی پوش نموده است. نسبت نامبرده طبق طلبات ماده 330 کودکس حقوق ویرانکنی‌های مأموری جمهوری تاجیکستان پروتکل مأموری
ترتیب داده شده نسبتش جریمه به اندازه 150 نشان دهنده برای حسابها برابر به 10800 سومونی یا قریب $1000 تعیین کرده شد. خود غفور و فیروزجان و الهام بحرالدین برای شرح قضیه دسترس نیستند. سیاه کردن شیشه های ماشین یا تانیروفکا در تاجیکستان خراجات خیلی زیاد دارد و بر علاوه نرخ آن سال به سال بالاتر می رود. رانندگان باید هر سال اجازتنامه برای شیشه های سیاه ماشین های خود را تمدید کنند. سال 2024 اجازتنامه سیاه کردن شیشه های ماشین های ساختشان تا سال 2005 حدود 4600 سومانی را تشکیل می دهد. نرخ انداز برای شیشه های سیاه ماشین ها از سال 2005 بازم بیشتر در حجم 6100 سومانی و تقریبا $550 را تشکیل می دهد. رانندگان در تاجیکستان چندین سال باز از مقامات خواهش دارند که با نظر داشت اقلیم بیاد گرم کشور این انداز از شیشه های سیاه را یا کاملا از بین ببرند و یا حداقل به مثل کشورهای همسایه ارزان ترش کنند، ولی مقامات از پذیرفتن این پیشنهاد رانندگان سر میپیچند. کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان خبر داد که روز 20 آگوست سال 2024 کارمندان ریاست خدمات ویژه جستجویی و نجات‌دهی از خدمات جمهوریوی بعد 4 روز جستجوها بالاخره جسد یک شهروند غرق شده ازبکستان را در آبانبار نیروگاه نورک پیدا کرده از آب بیرون آوردند. بنا به اطلاع مرکز مطبوعات کمیته حالتهای فوق‌العاده روز 17 آگوست سال 2024 یک جوانمرد 28 ساله ساکن ولایت سمرقند ازبکستان که برای استراحت به تاجیکستان آمده بود هنگام آبوزی در آبانبار نیروگاه نورک غرق شد. برای جستجوی جسد او بلافاصله کارهای جستجویی به راه انداخته شدند، ولی جستجوی جسد 4 روز دوام کرد. بالاخره روز 20 آگوست ساعت 14:20 نجات دهندگان جسد را پیدا کرده و از آب بیرون آوردند. جسد برای تحقیق و انتقال من بعد به زادگاه مرحوم ولایت سمرقند به دست مقامات مربوطه سپرده شده است. کمیته حالتهای فوق‌العاده با اظهار همدردی به پیوندان مرحوم بار دیگر از همه ساکنان و مهمانان جمهوری خواسته است که قاعده های آبوزی را جدا رعایت کنند و جان خود را در خطر ناندازند. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bomdad.com. خوش باشید.